ببین، میدونم الان با خودت فکر میکنی که میاد میگه که 13 ساعت درس بخون، از خواب و تفریحت بزن و تلاش تو بکن، شاید اون موقع بتونی اون رشته‌ای که میخوای قبول بشی. ولی اینطوری نیست. تو این ویدیو اول قرار در مورد افرادی که کلا تو کنکور موفق نمیشن صحبت کنیم و بعدش خبر اصلی این ویدیو رو بهت میگم. آدمایی که تو کنکور موفق نمیشن دو دستن. دسته اول اون دسته افرادی هن که در ظاهر انگار زیاد درس میخونن. مثلا فرد میبینی روزی 14 ساعت داره درس میخونه، روزی 200 300 تا تست میزنه، ولی نمیدونم از بازدهی کمه یا از روش درس خوندن اشتباهه که این افراد اصلا نتیجه نمیگیرن. من واقعا خودم یه دوستی داشتم که با خودم کتابخونه میومد و 12 ساعتشو فیکس میخوند، ولی تهش رتبهش یه چیز 5 رقمی شد و دیگه حتی نتونست پشت کنکور بمونه انقدر که خسته بود و کلا دیگه بیخیال شد. و به نظر من روش درس خوندن اشتباهه و شاید بازدهی هم بد باشه و برای همینه که این افراد کلا نتیجه نمیگیرن. دسته دوم افرادی هستن که میگن که آقا ما اگه بشینیم درس بخونیم خوب میخونیم، نمره‌های خوبی میگیریم، درصدهای خوبی هم میگیریم، ولی مشکلمون اینه که نمیشینیم درس بخونیم. یعنی فرد میگه که من روزی 10 ساعت میخوابم، واش تایم گوشیم 7 8 ساعت، از اون ور یه 3 4 ساعت هم میره واسه غذا و سریال دیدنم و کلا نمیتونم درس بخونم. یا یه عده هستن که از استرس نمیتونن درس بخونن و فرد چون استرس داره کلا نمیتونه درس بخونه. حالا نمیدونم تو جزء کدوم دسته، شاید هم جزء دسته موفقا باشی، اما یکی از مشکلات سیستم آموزشی ما این بود که هیچ وقت به ما یاد ندادن که واقعا چطوری باید درس بخونیم، چطوری تمرکز کنیم، چطور بازدهیمون رو ببریم بالاتر، و فقط به ما گفتن که درس بخون. اینه که به یکی برو پشت فرمون ماشین بشین و رانندگی بکن. خب قطعا فرد نمیتونه خوب رانندگی کنه و ممکن اصلا به مقصدی که میخوادم نرسه. و خب حقیقتش رو بخوای من خودم جزء دسته دوم بودم. فردی بودم که با تمرکز درس میخوندم اما نمیتونستم درس بخونم و دلیلش عادتهای بدی بود که داشتم و از همه بدتر استرسی بود که داشتم که باعث میشد من کلا فریز بشم و هیچ کاری نکنم. و خب میدونستم که اینو باید یاد بگیرم چطوری استرسمو کنترل کنم و شروع کردم کتابای مختلف خوندن، دوره‌های خیلی از اساتید و شرکت کردن و حتی ویدیوهای خیلی از افراد تو یوتیوب دیدن و کم کم شروع کردم به بهتر شدن. سبک زندگیم داشت بهتر میشد، شروع کردم ورزش کردن، دویدن و هر چیزی که بتونه به من بیشتر کمک بکنه و بهتر درس بخونم. و بعدش رفتم سراغ روش‌های درس خوندن، ببینم روش‌های درس خوندن واقعا شاید بتونم بهتر درس بخونم. ولی تو روش‌های درس خوندن میتونم بگم که 70% ویدیوهایی که دیدم به درد خاصی نخورد، چون واقعا واسه کنکور جواب نبودن، انگار واسه دانشگاه‌های آکسفورد و هاروارد بود یا دانشجوها بود کلا و برای بچهای مدرسه کلاس هفتم هشتمی بود و برای یک کنکوری واقعا اون روش درس خوندن جواب نبود و من خودم مجبور بودم که یه روش درس خوندن رو خودم پیدا کنم و طبق اون پیش برم. و اسم این چنل رو نووا گذاشتم. نووا تو اخترشناسی به معنی ستاره‌ایه که بعد از مدت‌ها یهو شروع به درخشیدن میکنه و واقعا میدونم که چقدر داری تلاش میکنی، در سکوت خودت داری تلاش میکنی و یه روزی بعد این همه تلاش بالاخره به نسخه نوای خودت میرسی و میدرخشی و تا اون روز این چنل کنارته و واقعا میتونه باعث بشه که چندین برابر نتیجت بهتر بشه. و در نهایت باعث افتخارمه که با دانش آموزای از این نسل دارم صحبت میکنم و واقعا میدونم چه چیزایی پشت سر گذاشتین ولی هنوز دارین تلاش میکنین که به بهترین نسخه خودتون تبدیل بشید و نتیجه‌ای که میخواید رو بگیرید و این واقعا باعث افتخارمه که دارم با شما صحبت میکنم. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی ببینم. I came from nothing, built it brick by brick. Took some losses, but I never quit. They told me stop, but I never sit.